شنوندگان عزیز توجه فرمایید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید. تهران شهر امت همیشه در صحنه، پایتخت ایران طی حرکتی تاریخی متحول گردید. بنا به آخرین گزارش‌های دریافتی و با درخواست امام جمعه جدید تهران و پس از 30 و اندی سال تلاش مسئولین نظام در یک حرکت خیلی خفن‌آمیز، چند عدد از نرده‌های نماز جمعه تهران کاسته شد. به همین مناسبت شورای مرکزی اصلاحات گام به گام ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به آحاد ملت ایران طی بیانیه اعلام کرد از فردا به مدت 1 هفته در میادین اصلی شهر تهران شیرینی پلئونی و شربت پرتقال و نعنا توزیع خواهد شد. 1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 صدا میاد؟ اون عقبی ها میشنفن؟ احسن. بله، بنده به عنوان امام جمعه جدید تهران از برادران ستاد نماز جمعه خواهش کردم به صورت نمادین چند تا از این نرده های نماز جمعه رو کم کنن. گذاشتن این همه میله و داربست کار دشمنان نظام بود تا بین مردم و مسئولین فاصله بندازن. خب ما دیدیم این فاصله‌ای که بین مردم و مسئولین افتاده باعث شده که مسئولین دستشون به جیب مردم نرسه. این فاصله‌ای که افتاده بود توطئه استکبار جهانی بود که البته با تدابیر هوشمندانه مقام معظم این توطئه خبیثانه نیز خنثی شد. من همینجا به شما نمازگزاران عزیز قول میدم که اگه حضور حماسی در 22 بهمن بکنید، دخل ساندیسا رو بیارید، بنده دوباره از ستاد نماز جمعه خواهش میکنم که 2 3 تا نرده دیگرم بردارند و با عنایات ویژه مقام معظم تا سال 1440 بقیه میله ها رو هم دونه دونه کم خواهیم کرد. البته انتظارم نداشته باشید که به یک باره همه این نرده ها رو برداریم، چون مزه اصلاحات به گام بودنشه. بنده از همین تریبون عرض میکنم که این همه خلاقیت و ابتکارات من نیست، بلکه ابتکارات جدیدی هم تو راهه. از مسئولین ستاد نماز جمعه خواهش کردم که یه تنوعی هم تو رنگ عمامه ها ایجاد کنن. مردم خسته شدن از بس عمامه سیاه و سفید دیدن. این یه نواختی بین مردم و روحانیت فاصله انداخته، فلذا یه عدد عمامه صورتی عبای نارنجی سفارش دادم که خب احتمالاً تا انتخابات 1400 دوخته میشه. اگه توفیقی حاصل بشه از هفته آینده به جای سخنران بین خطبه جهت تقویت روحیه شما نمازگزارای محترم در سراسر محوطه ترانه‌های جواد یساری یه مقداری هم عباس قادری پخش میکنیم. ضمن اینکه از این پس به جای چای و قند نوشابه انرژیزا میدیم، به جای خرما هم لواشک و آلوچه توزیع میکنیم. بیا دیگه، چی میخواین شما؟ واقعا بنده زیر این حجم اصلاحات کمرم داره میشکنه. تا شما یه تکبیر میفرستیم من برم این پشت یه دودی بگیرم و بیام که یه وقت در نره.